بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. برادرای عزیز، خواهرای خیر محترم، در درس امروز یا موضوع امروزی ما و شما که است یکی از موضوعات بسیار مهمی است که کسایی که قرآن درست نمیفهمند برشان مشکل بسیار زیاد پیدا میشه و زیاد در این مسئله عقیده مردم خراب شده و بسیاری مردم ها چون آیات قرآن درست تفکیک نمیکنن، درست نمیخوانن، به این خاطر برشان مشکل پیدا میشه. و این مشکل از کجا پیدا میشه؟ که در قرآن شناسی قانون است که انسان مسلمان وقتی یک قضیه قرآنی را سرش بحث میکنه، تمام آیاتی که در امون قضیه هست کلش باید بخونه. اگر مثلا یک آیت دو آیت بگیره و به شکل احساساتی به او برخورد بکنه، اینال برازی مشکل اعتقادی پیدا میشه. مثلا در آیات قرآن آمده هست که شهدا، اولیاء الله، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین اینا زنده هستن. آیت قرآن میگه ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات، شما برای کسانی که در راه الله فوت کردن، کشته شدن، برای از باز شما مرده نگوین. اینالی ایره وقتی یک تعداد از انسانهایی که اونا احساساتی برخورد میکنن، امی آیت که خواند عقیده خود فقط به می میکنه که شهدا، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین زنده هستن. الله گفته ولا تقولوا، نگوین لمن یقتل، کسی که کشته میشه فی سبیل الله، بر شهید چطور تو مرده میگی؟ شهید زنده هست، شهید خانه خود میه، شهید موتر چپه میکنه، شهید فایده میرسانه، شهید زندگی میکنه، شهیدی. و استدلالش هم چی است؟ امی آیت قرآن استدلال میگیره. اگر اینال اکتفا به میشه و همین قسم عقیده میشه، این مشکل بزرگ برای ایجاد میکنه. چرا؟ وقتی ما و شما امروز میم در قسمت اصلاح اعتقادات در مورد شخصیت هایی که وفات میکنن، میخوایم که نظر وسطیت و نظری که در قرآن عظیم‌الشان و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم به شکل کامل است رو بشناسیم. پس این موضوع را چه قسم جواب میگیم؟ در جواب از این ما و شما میخوانیم که آیات هست، آیات میگه که کلگی میمرن، پس نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین کلشان میمرن. و آیات دیگه هست که نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین نمیمرن. یک دفعه میگه میمره، یک دفعه میگه نمیمره. بعضی کسا دیگه هم در تعجب میشه، این خیلی برادر، خیلی در آیات قرآن که است تضاد است. در این آیت گفت که میمره، در این آیت دیگه گفت نمیمره. این در حقیقت در بینشان چی آمد؟ تضاد شد. لکن حل در کجا هست؟ حلش در قرآن عظیم‌الشان است. آیات قرآن میگه که دو اعتبار است. آیات قرآن دو موضوع را بیان میکنه. اول موضوعی را که بیان میکنه میگه این شخصیت های بزرگ به اعتبار زندگی دنیوی میمیرند. به اعتبار کدام زندگی؟ زندگی دنیوی میمیرند. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین چند قسم زندگی است؟ یکی زندگی دنیوی هست و یکی زندگی برزخ هست. حال فعلا بعضی کسا زنده هستند در زندگی دنیا، ما و شما هستیم میخوریم مونوشیم. نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین یا چی هستند؟ به اعتبار زندگی ما و شما مردن، به اعتبار زندگی برزخ چی هستند؟ زنده هستند.
ببینین این شخصیت های بزرگ به اعتبار زندگی دنیوی میمیرن. کجا هست؟ چی دلیل دارین؟ بله، اگر نبی هست، اگر ولی هست. آیت اول قرآن عظیم شان سوره الانبیاء آیت 35: کل نفس ذائقة الموت، هر صاحب نفس مزه مرگ میچشه. اینجا چی گفته؟ کلمه کل استعمال شده و وقتی در زبان عربی کل استعمال شده، بازی دیگه در انسانها مخلوقات استثناء نیست. ایناله اینجا چی است؟ هیچ استثناء نیست، کل گیره گفتن. کل نفس، هر صاحب نفس، نبی، صدیق، شهید، صالح، اولیاء الله، دوستای الله، مردمای خوب و مردمای خراب، کلشان میمیرن. و نبلوکم بالشر والخیر فتنه، و ما شما را، الله متعال میگه، امتحان میکنیم با خیر و با شر، امتحانتان میکنیم. و الینا ترجعون، و به سوی ما رجوع میکنیم. قاری صاحب آیت 35 سوره الانبیاء. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. حال از آیت شریف ما چی درس بگیریم؟ کل نفس ذائقة الموت، هر صاحب نفس مزه مرگ میچشه. پس ما از قرآن عظیم شان از این بخش درس میگیریم که هر کسی که با هر مقامی باشه، این مخلوقات کلشان میمیرن، ولو که این مخلوق پیغمبر باشه، نبیین باشه، صدیقین باشن، شهدا باشن و صالحین باشن، کلشان میمیرن. الله متعال میگه کل نفس ذائقة الموت و نبلوکم بالشر والخیر. از این چی درس میگیریم؟ از این درس میگیریم که نبلوکم ابتلا، امتحان است. چند قسم امتحان است؟ دو قسم امتحان است. یکی امتحان با چیزهایی که شر هستند و یکی امتحان با چیزهایی که خیر هستند. امتحان در سختی ها و امتحان در وسایل و اسباب آرامش. یک روز انسان امتحان میشه با چی؟ تهدید میشه که کشته میشی، تهدید میشه که بندی میشی، امتحان میشی با مرض، با سختی، با فقر، با بمباردمان، با ای که بعضی اوقات دیگه امتحان چی قسم میشه؟ برات موتر پیدا میشه، چوکی برات فرمایش داده میشه، پیشنهادات میگه که خودت در معاونیت ریاست جمهوری کاندید هستی، در فلانی وزارت کاندید هستی، فلانی جای یک وظیفه هست، $5,000 معاش دارم، اگر اینی کارا بکنی این تو یک قصر برات میتن. پس الله متعال میگه که من شما را امتحان میکنم با چی؟ بعضی اوقات در سختی ها و بعضی اوقات در چی؟ در وسایل آسایش زندگی. بعضی کسایی هستن که در سختی ها برگ میخورن. بسیاری وقتا مثلا شما اگر ایش سفیدایی که در زمان روس در جهاد بودن پرسان بکنین، برش بگوین که شما چی کردین؟ برتان میگه که والله صاحب یک وقت روسا ما را محاصره کرد، 1 هفته محاصره بودیم، هیچ خوراک نبود، برگ خوردیم، نان خشک خوردیم، بسیار خوراک نبود، توت میخوردیم، تلخان میخوردیم. این حال چی وقت است؟ بعضی اوقات انسان تو سختی ها را متحمل میشه. بعضی اوقات وقتی در این امتحان کامیاب شدی، امتحان دیگه در جانت میاد. او امتحان چی است؟ 6 قسم موتر است. اینی موتر مثلا $5,000 قیمت داره، اینی $20,000 قیمت داره، اینی $80,000 قیمت داره. اینی موترک $5,000 اگه سوار شوی ایمانت هم کتش می باشه، خودت زحمت بکش یک موترک میخری. خو این موتر $80,000 باز چی میکنه؟ ایمانت هم میبره. اینه می نفر باز نمیتونه چرا این موتر $80,000 که بیاید ایدان دروازه مسجد ساد شوه و باز کت 6 تا بادیگارد تا شوه و
یکی بوتایش بالا بگیره پیش روش بارم دیگه باز که سهل میگه اوه در یک مجلس ما رفتیم ما که رفتیم در مجلس داخل شدیم خلاص هیچ کس هم تو یک سهل کردن کی سو آمد استاد دایسا اونجا رفتیم شیشتیم یک کس دیگه که آمد که اول بادیگارداش داخل شده بعد از صاحب جای برای شیلا بتینی باز 4 طرف مسجد محاصره شده لوکس شد باز یک جوان لوده چی میگن والا می استادایی رو هیچ کس تاویل نگرفت شما تا آمد دمون یک کنچک شیشت نکرد داخل او که آمد سه مردم خیستن یکی کتش عکس بگی و یکی بغلش گوی یکی سه جای خود برای شیلا بده او بیچاره که آمد دمونجا هیچ کس نگفتشم که بیا میشینی یا نمیشینی این حال بعضی اوقات است که این چوکی هایی که ایمان سوز هست ایره نفس بسیار خوش دارن ما باید بسیار احترام شوم بسیار مردم در مجلس ما بخیزن اول بادیگاردایم داخل شون بعد از اوکنا داخل شد که خوب امنیت گرفت برام چوکی خاص یک جای بانن جای باید بیکار بکنن اردوش حالت چی هست گاهی سرتوت امتحان سخت میه که در شهر گشتن نمیتونی گاهی اتو بر دروازه ها باز میشه که در اروپا و امریکا میتونی چکر بزنی پای پیاده امتحانات است و نبلوکم بالشر والخیر فتنه چرا امتحانتان میکنیم یک فتنه هست یک امتحان است و الینا ترجعون باز هر کدامتان به هر سوی که باشین الله متعال میگه به طرف ما چی میکنین؟ رجوع میکنین پس اینجا اصل هدف چی هست؟ که این شخصیت های بزرگ اینجا در آیت قرآن چی گفت که اینا چی میشن؟ اینا کل نفس آفرین ذائقه الموت هر کسی ذائقه آیت دومی که ما و شما میخوانیم در سوره آل عمران آیت 144 است اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله متعال میگه و ما محمد الا رسول محمد صلی الله علیه و سلم نیست مگر یک پیغمبر است قد خلت من قبله الرسل قبل از هم بسیار پیغمبرا رفته بودن پیش از هم دیگه پیغمبرا بودن نوح علیه السلام بود ابراهیم علیه السلام بود موسی علیه السلام بود عیسی علیه السلام بود وفات کردن رفتن افا مات او قتل آیا اگر ای پیغمبر بمیره یا قتل شوه کشته شوه انقلبتم علی اعقابکم باز شما به پشت پاهایتان میرین و من ینقلب علی عقبیه و هر کسی که روی خود دور بده به طرف پشت سر یعنی دین ترک بکنه فلن یضر الله شیئا هیچ ضرر به الله نمیرسانه و سیجزی الله الشاکرین لکن الله متعال پاداشونیک برای کی میته؟ برای شاکرین میته حالا شما سعی کنین در این آیت شریف ما و شما کدام درسه ها را باید تجزیه بگیریم الله متعال میگه که و ما محمد صلی الله علیه و سلم نیست یعنی تو مخلوق نیست که این فوت نشه این زندگی را ترک نکنه یا تو کسی نیست که این زندگی دائمی داشته باشه بلکه محمد صلی الله علیه و سلم مثل که در آیات دیگه خواندین که بشر است
رسول الله هست، فرستاده الله هست. آیا قبل از این هم پیغمبرای دیگه بودن یا تنها همین پیغمبر است؟ شما نباید در این قسمت افراط بکنین، بلکه باید عقیده داشته باشین که وقتی که محمد صلی الله علیه و سلم رسول است، قد خلت من قبله الرسل، قبل از این هم دیگه پیغمبرای گذاشتن، بسیار زیاد پیغمبرها بودن، 1,24,000 کم و بیش. آل شما بر صحابه میگه که وقت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در غزوه احد آوازه شد که الا پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و سلم کشته شد. اگر این پیغمبر اگر این پیغمبر که برای شما فرستاده شده هست اگر بمیره او قتل یا کشته شوه، انقلبتم علی اعقابکم، باز شما با چیزای پایتان که مثل که آدم تو پشت سر روی خدا دور میتن، یعنی شما پس رویتان از اسلام دور میتین، پس کافر میشین. مسلمانی شما تنها در حضور پیغمبر است که پیغمبر حاضر باشه. و الله متعال میگه و من ینقلب علی عقبیه، و هر کسی که با بجلکای پای خود یعنی با پشت سر پای خود دور بته خدا، پس روی خدا یعنی از اسلام دور بته، فلن یضر الله شیئا، هرگز به الله چیزی ضرر رسانده نمیتونه. الله ذات غنی هست، ای که تو مسلمان باشی یا مسلمان نباشی، الله به مسلمان بودن و عدم مسلمان بودن خودت کدام نیازی نداره. ما هستیم که به الله نیاز داریم، ما هستیم که به الله محتاج هستیم. و سیجزی الله الشاکرین، و الله پاداش ده که خدا باز برای کسایی میده که اونا شکر به بارگاه الله میکنن. پس از این ما و شما چند درس میگیریم. اول درس میگیریم که محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر است. الله برای ما و شما معرفی میکنه که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر است و از جانب الله نازل شده. درس دیگر میگیریم که وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیغمبر هست، مثل دیگه پیغمبرها هست. همین قسم که دیگه پیغمبرها بودن، معصوم بودن، پاک بودن، شخصیت های عالی بودن، این هم همون قسم است. همین قسمی که اونا فوت کردن، این هم فوت میکنن. افا مات او قتل، اگر بمیره یا قتل کرده شوه، در زمانی که رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات کرد، دمو روزی که ای وفات کرد، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داخل شد و مسلمان ها بسیار احساساتی شده بودن. بعضی اوقات که هست امی احساس انسان و عاطفه انسان که بسیار قوی میشه، باز انسان هم ناقص العقل میسازه. در هر کاری که عاطفی برخورد کنین، عقلتان چی میپوشانه؟ اما عاطفه و احساس عقل میپوشانه، باز معقولانه انسان تصمیم نمیگیره. پس وقتی که انسان میفهمه که در این لحظه غضب هستم یا جگرخون هستم یا اعصابم خراب است یا مشکل دارم و نرمال نیستم، باید در اون لحظه تصمیم نگیرین به هیچ چیز. ما بعضی اوقات که اگر دوستم جگرخون میباشه در مجلس، باز که بیرون برآمد، برش میگم حالا برادر تصمیم تا نگو، اعلان نکو. بان چرا؟ میگم نه تصمیم نگیر، تو برو یک ذره چای بخونن بخو، باز نماز تام بخوان، بعد از نماز باز بخیر تصمیم میته. بعد از نماز میشه شد، در نماز که شد، باز آدم اصحاب آدم چی میشه؟ آرام میشه. آله انسان عادی نیست. پیغمبر الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم وفات میکنه. صحابه کلشان قلبایشان تکه تکه هست. عمر رضی الله تعالی عنه به اندازه رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست داره که عاطفه محبت ازی اینقدر سرش تاثیر میکنه که بیرون میبرایه و بر مردم میگه که کی میگه که
رسول الله صلی الله علیه و سلم فوت کرده، اگر کسی بگوید که پیغمبر فوت کرده، من قط شمشیر گردنش میپرانم. تحت تاثیر عاطفه میره و بسیار جگرخون است و بزرگترین دوست و محبوب خدا از دست داده. لکن کسای دیگه هست که در هر لحظه نیاز است به انسانهای نخبه، انسانهای خاصی که تحت تأثیر حوادث نمیره و عاطفه خود هم میتونه با وجود محبت زیاد عاطفه خود، احساسات خود کنترل میکنه. یکی هست ابوبکر صدیق رضی الله عنه. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه صدا میکنه، میفهمه که عمر رضی الله تعالی عنه ولو که بسیار جگرخون هم باشه لکن بسیار با ادب است، بسیار با احترام است، ادب مراعات میکنه. ابوبکر صدیق استاد میشه، میگه ایها الناس، ای مردم، من میگم که محمد صلی الله علیه و سلم مرده و امی آیت قرآن تلاوت میکنه و ما محمد الا رسول. الله میگه که محمد رسول است صلی الله علیه و سلم. قد خلت من قبله الرسل، مخکل دین هم دیر پیغمبران تیر سویدی. افا امات او کلا که چیری محمد صلی الله علیه و سلم وفات سی او قتل یا قتل سی، انقلبتم علی اعقابکم، تاسو په پښو باندې بیرته راګرځئ، بیرته شاره آله و اسلام ته. و من ینقلب علی عقبیه، هر څوک چې مخ وګرځوي او په شا لاړ سي فلن یضر الله شیئا، الله ته به هیڅ ضرر ونه کړي، دا به خپله بېدین و کافر سي. و سیجزی الله الشاکرین، الله شاکرانو ته ښه اجر ورکوي. حتی عمر رضی الله تعالی میگه گفت این آیت که خواند مثل که آیت همیال نازل شده باشه، بیخی از ذهن ما چی شده بود؟ برآمده بود. اقامت تحت تاثیر عاطفه خود قرار گرفته. پس این آیت قرآن میگه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله هست و حبیب الله هست و رحمت للعالمین هست و دارای شخصیت بسیار عالی هست، لکن چون مخلوق است این پیغمبر میمیره. آل کسایی که رتبهش از این پیغمبر کده پایین تر هست، اگر نبی هست، اگر صدیق هست، اگر شهید هست، اگر صالح هست، اگر ولی هست، میمیره نمیمیره؟ کلش میمیره. این آیت قرآن عقیده همیره میگه. ابن کثیر رحمت الله علیه در برای چی میگه؟ میگه معنایش است که یعنی ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو میمیری و آنها نیز خواهند مرد. متوجه هستین؟ و امی آیت است که ابوبکر صدیق را دلیل گرفت برای صحابه و کلشان قناعت داد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی کرده؟ وفات کرده. آیت سومی در سوره رحمان است، آیت 26 و آیت 27 است. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لا نكذب يا الله بأي آلاء من آلائك. يا الله به هیچ دلیلی از دلایل قدرت تو ما تکذیب نمیکنیم. کل من علیها فان، الله متعال میگه که کل، هر مخلوقی که کل، تمامی من مخلوقاتی که علیها بر روی این کره زمین هستند و یا در آسمان ها و زمین مخلوقات هستند، ولو که ملائکه و جن و انسان و حیوان و هر مخلوق هست، اینا چی میشن؟ فانی میشن، میمیرن. و یبقا، و باقی میماند، وجه ربک، ذات ذوالجلال تو. وجه اطلاق جز اراده کلاس، یعنی که ذات الله متعال که ذوالجلال است، ای باقی میماند. رب تو که ذوالجلال صاحب جلال و عظمت است، خالق است، رب است، خودش خلق کننده است، روزی دهنده است، شفا دهنده است، الحی، زنده حقیقی هست که بالایش مرد نمیه،
القیوم که این کائنات او اداره میکنه، مدیریت میکنه. پس این ذاتی که با این قوت و عظمت صاحب جلال و عظمت و اکرام است، این باقی میمانه. دیگر مخلوقات کلشان چی میشن؟ کلشان میمیرن. نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین، اینا کلشان میمیرن. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پس کدام یک از نشانه های قدرت الله شما تکذیب میکنین؟ ایره که شنیدین رسول الله هم گفت که وقتی من برای جنها خواندم، گفت از انسانها که جنها خوب بودن. گفت جنها چی کردن؟ وقتی که هر مرتبه میخواندم که فبأی آلاء ربکما تکذبان و قرآن جواب میگفتن، باز میگفتن که لا نکذب یا الله بأی آلاء من آلائک، ما به هیچ کدامش تکذیب نمیگیم. این حال که من خواندم شما گفتن چپ بودین یا چپ نبودین؟ این از ما شما که جنها خوب هستن، بعضی اوقات که تو قرآن معامله دقیق میکنن. وقتی که قرآن میخونی در جایی که دیدی که عذاب است بترسی، این دوزخ ما یک دفعه مستحق نشون. وقتی که جنت گفت نعمتایش گفت خوشحال شی، بگی یا الله نصیب ما هم بگردانی. وقتی که یا ایها الذین آمنو گفته میشه، زود متوجه شی مثل اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله. وقتی که میگه یا ایها الذین آمنو، باش ما ببینیم که قرآن چی میگه. یا ایها الذین آمنو بسیار خطاب است بر من، باش کدام امر است که باز من اطاعت بکنم. این حال چی است که قرآن بفهمیم. مطلب ششمی که ما و شما میخوانیم که آیات دیگی هست که میگه این شخصیت ها به اعتبار زندگی برزخ زنده هستند. کدام زندگی؟ زندگی برزخ. حالا ما و شما چند قسم زندگی داریم؟ یک زندگی هست که در بطن مادر است. زندگی که انسان در بطن مادر داره، این زندگی هست که نه حساب است و نه کتاب است، نه سرش نماز فرض است، نه سرش روزه فرض است، هیچ چیز. از دان خودم غذا خوردن هم میتونه. غذایش هم از رای چی است؟ از رای پیپکی است که بنافش وصله. غذایش هم یک مقدار اونمو یک خلدقه گنده است که بعد از اون که تولد شد و گوره برش بیتیم سونش سعی کنه، دلش هم خوشش نمیاد، لکه از اونمو تغذیه میشه، از اونمو تغذیه میشه. پس این زندگی داخل بطن است. یکی زندگی دنیا هست که ما و شما هم یله داریم. یکی دیگه خدا میبینیم دار تکلیف است. کل تکالیف سر ماست. نماز باید بخوانی، روزه باید بگیری، جهاد باید بکنی، دعوت باید بکنی، عبادت باید بکنی، دروغ باید نگویی. یکی کلش دار تکالیف است، سختی ها هست. باز زندگی، این زندگی ختم میشه، زندگی دیگه شروع میشه که او زندگی برزخ است. زندگی برزخ زندگی غیب است. بله، نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین به اعتبار زندگی ما وفات کرد، لکن به اعتبار زندگی برزخ چی هستن؟ زنده هستن. از کجا پیدا کردین؟ ما قرآن میخونیم. در سوره بقره آیت 154 ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الله متعال میگه که ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، و مگوین برای کسایی که در راه الله کشته میشن اونا را مرده ها نگوین، بل احیاء، بلکه اونا زنده هستن، ولکن لا تشعرون، لکن شما زندگی از اونا را احساس کرده نمیتونین. ولا تقولوا، الله متعال بر ما میگه که ولا تقولوا و مگوید لمن یقتل فی سبیل الله اموات، برای کسایی که یقتل و کشته میشن فی سبیل الله، در جهاد فی سبیل الله، در سنگر جهاد فی سبیل الله اینا کشته میشن، بر از اینا مرده نگوین. یا الله در آیات دیگه خو کل نفس ذائقة الموت گفته شد. الله متعال میگه بل احیاء، بلکه اونا زنده هستن. شما فکر میکنین که مرده هستن، ولکن لا تشعرون، لکن شما
زندگی از اینا را احساس نمیکنین. سیکو ولکن لا تشعرون یک درس بسیار بزرگ است در قسمت شهدا. زنده هستن، ما زندگی شهدا را که عالم برزخ هست احساس میکنیم؟ الله میگه نه احساس نمیکنیم. پس کسایی که میگه خانم یک شهید آمده باز یک ریش کلان داشت باز سر بامم شیش تا باز تلفن خدا چالان کرد، برش میکنی دروغ میگی. چرا که الله متعال میگه که اونا زنده هستن در زندگی برزخی و زندگی برزخ است غیب است. چه قسم غذا میخورن، چه قسم قصه میکنن، چه قسم که ملائکه گپ میزنن، متوجه هستین؟ این ما نمیفهمیم. اما وقتی میفهمیم که در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که اونا در کجا هستن. حتی شهدا بعضی اوقات تقاضا میکنن که یا الله ما اجازه بدیم ما پس به دنیا بریم باز جهاد کنیم باز کشته شویم، باز جهاد کنیم باز کشته شویم. الله متعال میگه نوبت شما خلاص شد، شما کارتان کردین، راحت باشین. باز احادیث زیاد است که در این قسمت تشریح میکنه که اینا در کجا هستن، بعضیا ارواحشان در کجا هست و زیاد طویل است، میشه باز با احادیث مراجعه شد. خلاصه ای که شهدا، نبیین، صدیقین، شهدا و اولیاء الله زنده هستند، لکن ارتباطشان با این دنیا چی است؟ قطع است. در عالم غیب زندگی میکنن، در برزخ زندگی میکنن. به اعتبار زندگی ما و شما اگر زنده باشه باز این زندگی تکلیف است. اگر یک کس بگه که محمد صلی الله علیه و سلم زنده هست به حساب زندگی ما و شما، به این معنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم زنده هست، خیلی چرا نمیه رهبریت امت بدوش نمیگیره؟ چرا امت گذاشته که به این شکل تکه تکه باشه؟ نه، رسول الله صلی الله علیه و سلم نظام جور کرد، کتاب الله را بر مردم تبلیغ کرد، سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم به مردم تبلیغ کرد، دین بر مردم رساند. روزی که دین تکمیل شد، اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین الله افواجا، این در حقیقت یک خبر بود که ای پیغمبر تکالیف و وظایفی که بالای تو گذاشته شده بود ختم شد، حال شما بخیر، میرین به زندگی دیگه که عالم برزخ است. سعی کنیم بازی میگه که ولکن لا تشعرون چی معنی؟ لکن زندگیش شما احساس کرده. اگر احساس کنیم باز ایمان به غیب چی؟ باز ایمان به غیب از بین میره. پس زندگی از اونا را باز ما احساس کرده نمیتونیم. آیت دیگی که در قرآن عظیم الشان است در سوره آل عمران آیت 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله. اینجا حسبه از حساب نیست، از گمان است، از ظن و گمان که میگن، ظن و اخواتها. ولا تحسبن الذين، و گمان نکنین، عقیده نکنین، باور نکنین که الذين، کسانی که قتلوا کشته شده ان فی سبیل الله در راه الله، امواتا یا مردن. او تو عقیده نداشته باشین که یا فوت کردن. اینا زنده هستن با یک عزت خاص، روزی میشن، بله، بل احیاء، بلکه زنده هستن، عند ربهم یرزقون، رزق روزی میگیرن در کجا؟ عند ربهم. از کچالو پیتی دنیایی را نمیخورن، از الوا و خرمه ترشکدگی اینجا را نمیخورن، از غذاهای جنت و میوه‌های جنت الله برازنا در عالم برزخ تو غذای میخوره که او را چشمتون ندیده. در نعمت‌های هستند که ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال بنی بشر. در فکر تو هم، در تصور تو هم نبوده باشه که اتو غذاها هست. به نزد پروردگار مهمان الله هستند. متوجه هستین؟ سعی کنید اینجا قیدش چی آمد؟ بل احیاء، بلکه زنده هستن. در کجا رزق میخورن؟
عند ربهم. یگان تو باز دخانه یک دیگه که میگیره و یک ذره قورمه و کچالو پخته میکنه و بازی روان که در مسجد، اون نفر که در مسجد است او میخوره، باز نام از او بیچاره رو بد میکنه. متوجه هستی؟ این الله متعال میگه بله، نبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، اولیاء الله مقام و عزت خاصی دارن که وقتی در راه الله به شهادت میرسن الله برشان رزق خاصی را میده. عند ربهم، عند ربهم. ما شما گفتیم قرآن با چی تفسیر میشه؟ آیت قرآن با آیت دیگه قرآن تفسیر میشه، با احادیث تفسیر میشه، با اقوال صحابه تفسیر میشه، با اقوال تابعین تفسیر میشه و با لغت عربی، زبان عربی. حالا وقتی که میگه که فلان عندك فی البیت، فلان شخص در نزد تو در خانه است، به این معنی که اینجا در مسجد نیست. فهمیدی یعنی؟ حالا که الله میگه اونا زنده هستن لکن هل عندکم ولا عند ربهم؟ عند ربهم. پس چرا قرآن نمیخوانین و قرآن شریف 50 دانه پوش میتین؟ بعد رواج مردم افغانستان است، فکر میکنن که احترام قرآن در چی است؟ در پیران پوشیدن است. و دینداره میمیست که یک 16 دانه چپن پوستین بپوشی. در زیاد پوستین پوشیدن نیست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم یک چی میپوشید؟ یک لنگ میپوشید. بسیاری از صحابه حتی میگفتن یک لباس حق داشتیم، یک لباس بسیار عادی داشتیم، یک دانه لنگک و یگان چیزک بسیار پختان. اتو نبود که مثلا ما 16 تا از این لباس بپوشیم، مثلا یک چپن ما مثلا 8 کیلو بیایه و چپن دومیش 12 کیلو بیایه. نه. و یا قرآن شریف که از قرآن شریف این قسم تطاق بون و هر روز بخوان، هر روز بخوان، هر روز بخوان. نه، ما برای قرآن شریف که هر گپی که میشه یک پوش کده میریم. یعنی مثل که قلف انداخته بری، یعنی پوش هم مثل یک قلف ورز. درگان خانه بری بگم قرآن شریف بیار که یک صفحه بخونیم، بیچاره بسیار هیچ خوانده نشده، تا کور خلاص میکنیم ایمانی هم خلاص میشه. 50 تا پوش داره. یک مفسر قرآن چی میگه؟ یعنی زندگی اینها زندگی برزخی می باشد که ما کیفیت آن را نمیدانیم، زیاد سرش بحث هم نمیکنیم، غیب است و ضرورت به خوردن، نوشیدن و هوا ندارد. در قرآن گفته شده که روزی میخورن که جسد اینها را خب اینا اگر روزی هم میخورن و رزق هم برشان داده میشه، از جنت هم برشان داده میشه، این همه ازی که در قرآن عظیم شان آمده، لکن قرآن عظیم شان این هم قید کرده که ولا تشعرون، شما امی زندگی از اینا را احساس کرده نمیتونید. اینا اگر کس میگه که ما صاحب در سر بام ما یک وقت بود، یک حالا یک کمپیر بود برای ما خورد بودیم، قصه میکرد که یک روز یک جای شیشته بودم که خودم بیوه بودم، بسیار خوب قصه میکرد. ما میگفتیم البته راست میگه، حالا میفهم که دروغ میگفته، یا او بیچاره هم تو شاید دروغ نمیگفته، شاید یک کسی یکی از دوستاش یک چیز آورده گفت شیشته بودم بیوه بودم، مشترکایم گوش نبودن که یک دفعه یک کسی آمد که چهره شدیدم بسیار خوب خوشقواره بود و نورانی بود که یک 10 دانه نان در پیشش بودیم، یک کاسه غذای بسیار خوبش بودم، میرفت پیش امام و هیچ گپ نزدم، اون ماند خودش رفت. شاید یک دوست الله بوده باشه مثل ما و تو، آره دلش به او بیوه سوخته، گفتم اینجا بیوه یتیم است، بیا برش یک 2 تا نان بخرم که یک دیگ غذا برش برده مانده. این تو تصور کرده که یک شهید بود که آمد و برای ما چی کرد؟ غذا را آورد. الله متعال میگه که ولکن لا تشعرون بل احیاء عند ربهم یرزقون. قرآن شریف علامه ابن ابی العز حنفی رحمت الله علیه میگه وقد قال صلی الله علیه و سلم من حلف بغیر الله فقد اشرک، هر کسی که بغیر از نام الله قسم بخوره این شرک میاره. ولهذا قال ابو حنیفه و صاحبه رضی الله عنهم، از این خاطر میگه امام صاحب ابو حنیفه و صاحبانش یعنی 2 شاگردش که امام ابوالحسن شیبانی بود و دیگه شاگردش
امام ابی یوسف رضی الله تعالی عنهم اجمعین میگه یکره ان یقول الداعی، میگه اینا بد میدیدن که یک دعا کننده بگوید اسألك بحق فلان او بحق انبیائك و رسولك و بحق البیت الحرام و المشعر الحرام و نحو ذلك، که به حق فلان 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 دست خدا بالا بکنن، دعا بکنن. پس وقتی که از الله سوال میکنی مستقیما اذا سألت فاسأل الله، از الله مستقیما سوال بکن. این مطلب چرا گفتیم؟ به خاطر از اینکه مطلب هفتم چی شد؟ مطلب هفتمی که ما شما میخوانیم این شخصیت‌های بزرگ غیر الله هستند. چی هستند؟ غیر الله. در قرآن همیشه شما وقتی که بخوانین الله و غیر الله و الله و دون الله، یکی الله هست که خالق هست، کل دیگرها که هستن یا غیر الله هستن، مخلوق هستن. الله هست که خالق هست، دیگرها دون الله هست. بنان الله متعال همیشه میگه که شما دون الله عبادت نکنین. در سوره مائده آیت 76 قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السمیع العلیم. قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و سلم اتعبدون، آیا شما عبادت میکنین من دون الله، یعنی بغیر از الله کسای دیگه را عبادت میکنین. این بغیر از الله، بدون از الله، هر کسی را که شما عبادت میکنین، نبیین باشن، صدیقین باشن، شهدا باشن، صالحین باشن، زنده باشن یا فوت کرده باشن، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا، یا بر شما نه ضرر رسانده میتونن نه منفعت. نه شما در سر قبرها میرین، پیسایتان مصرف میکنین، خدا مانده میکنین، او بر تو مالک نفع و ضرر نیست، او بر تو شفا داده نمیتونه. بسیاری کسا نه شما عقیدهتان خراب است. حالا عقیده کی خراب است؟ عقیده که از قرآن گرفته باشی که الله متعال میگه که اتعبدون من دون الله، شما که عبادت میکنین به غیر از الله، تو که به نظر میبری به غیر الله، نظر نمیبری؟ دست دعا، الدعا هو العباده، دعا را در مقابلش انجام نمیدی؟ بسیاری کسا هست به نام مسلمان بت پرستا این کار هم میکنن، اون دعا خو میکنن. سکه هم قبر پرست هستن. بسیاری وقتا که در چیز سکه ها در هندوستان رفتم، اونا بت ندارن و قبر دارن. سکه ها همونجا یک دانه قبر بود، دمو زیر دمو پشت از قبر برو پایان بود، دمو شیشته بودن، همه کتابشان ماندگی بود. مجسمه اونا هم ندارن. خب وقتی که یک گندو یک سک میره در مقابل قبر، بر از اون نظر میبره. حلوا آورد بر ما که رفتیم، حلوا آورد، باز ما حلوایش نخوردیم به خاطر که نظر به غیر الله که از شرک است، ما نمیخوریم. گفتیم thank you I cannot eat. چون در هندوستان که شما برین، در دیلی که است باز یک قسمت است، یک در دیگه معبدا نمیمانه، در یک معبد است که بازو از سکه ها هست. او معبد توریستا را، یعنی کسایی که بره سیاحت میره برش اجازه میده که بره داخل از اون معبد. و ما رفتیم داخلش. من رفتم گفتم باش بریم ببینیم چی گپ است، که بازم یادم یک گپ هم میزنه تو نیده باش، یک کس بگه تو از کجا میگی. رفتیم سعی کردیم که یک صفحه آدم دم بالا شیشته و پیشریش یک چیز کلان اینی وار ماندگی. من فکر کردم که البته همین قبر است. گفتن نه قبر نیست. چی است؟ گفتن این کتابشان است. کتاب کلان پوش کردن، بسیار کلان. و این نفر دیم پشت سر زمین قرار هم تو شیشتگی است. و 3-4 نفر دیگه همین دول ارمونیا بیگفا پیشان است یا قوالی میخوانه. خوی قوالی خواندن خازمون دو مانده. وادم وصف هم کلان خود. باز وقتی که بیرون برآمدیم پرسان کردیم، گفتیم کال اینجا چی است؟ دیدیم که یک تعداد مردم پایان تامش یک صندوقچه یک از دو پیسه میپرتن. منتظر شدم، گفتم باش سعی کنم که ببینیم چی هستن. خوب که رفتم سعی کردم کالی صندوق است، ببینم داخل سعی کردم که یک دانه قبر است. متوجه هستین؟ اتراقی که بازم قبر پایین شدن، رفتن پس بالا آمدن. من کل ازیا را سعی کردم به خاطر ازی که آدم بفهمه که مثلا پس دیدم که گفتن سکه ها بت پرستش نمیکنن. پس چی پرستش میکنن؟ قبر پرستش میکنن. حلوا پیش قبر میکنن، دول پیش قبر میزنن، فهمیدی؟ قوالی پیش قبر میخوانن، قالینای لوکس پیش از قبر فرش کردن. و وقتی که از پیشان پرسان کردیم
گفتن که no differences between Hindu and Muslim in India. No differences. هیچ فرق نیست در هندوستان بین مسلمان و بین هندو. چرا؟ گفت فرقش اینه که ما رامه که یک شخص است، ما او را احترام میکنیم و وسیله خود قرار دادیم که ما را دعای ما را به خالق برسانه و این مسلمان ها یک قبر بود به نام حاجی علی. از این خاطر هیچ فرق نیست. شما الوا میبرین، ما الوا میبریم. شما ما گرد رام میگردیم، شما گرد حاجی علی میگردیم. منتها از ما رام ما استاده است، از شما جلی تا خوکدگی است. اگر هر دوش یک انسان است. از این خاطر بسیاری اون دو تا عقیده دارن که مسلمان اون دو هیچ عقیدهش فرق نداره. یک چیز است و واقعا وقتی که شما اونجا برین در بسیاری قبرهای از اونا و زیارت‌های از اونا ببینید، عین کارهایی که پیش بت میشه عین کار اونجا میشه. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا کرد، گفت اللهم لا تجعل قبری وثنا، یا الله قبر مرا بت نگردانی، قبر مرا بت نگردانی. ایناله الله متعال میگه قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از این مردم، اتعبدون من دون الله، قل بگو ای رسول الله صلی الله علیه و سلم اتعبدون من دون الله، آیا شما عبادت میکنین بغیر از الله ما اون مخلوقات را که لا یملکو لکم ضرا ولا نفعا، که مالک نفع و ضرر نیستن. اگر شما اونا را مالک نفع و ضرر فکر میکنین یک مخلوقه، شما شرک در تصرف کردین. مالک متصرف کی است؟ الله است. این شرک در تصرف. اینی کفتر مرا اگه دست بزنمش میکشیم، شرک در تصرف است. کفتر که الله شریک ساختی. اینی مورگه که اگه در گردنم پرتی مرا حفظ میکنه، شرک در تصرف است. مورت رو حفظ میکنه، این شرک در تصرف است. اینی چوبه که اگر در گردن تویزان کنه این صاحب، اینی دانگه که بچه چی میگن اون صدف، این صدف اگر این در گردنش چوکت پرتی بازی از بلاها نگاه میکنه. این کل شرک در چی است؟ در تصرف است. تا اگر کس عقیده کنه که کرونا بدون حکم الله به یک انسان دیگه انتقال میکنه بدون حکم الله، اینجا هم شرک در تصرف میشه. ولو که تو کرونا هم داشته باشی، تا که حکم الله نباشه مر نمیگیره. اگر حکم الله شد، اگر در 6 متری هم ششته باشی میمره میگیره. اما در عالم اسباب انسان احتیاط میکنه. عالم اسباب انسان احتیاط میکنه، لکن اونمو هم بدون حکم الله انتقال کرده نمیتونه. یعنی احتیاط خدا میکنیم، عقیده خدا جور میکنیم. بعضی کسا در زندگی دنیا احتیاط میکنه، در زندگی آخرت تکه میشه. بعضی کسا در زندگی آخرت احتیاط میکنه، در زندگی دنیا خدا تکه جور میکنه. نه، قرآن که است همیشه برای ما شما درس میده که تو دعا کنین که ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. یا الله برای ما نیکی های دنیا را هم نصیب بکن و نیکی های آخرت هم نصیب بکن. نیکی های دنیا اینه اگر گلاس هم یخ هم اگر برادن بیاد سر درس، اما آدم تیل میگیره نه تو زود. پس اتعبدون من دون الله، آیا عبادت میکنین؟ عبادت چی هست؟ ما شما گفتیم چند قسم عبادت هست؟ 6 قسم عبادت هست. اولش عبادت فکری، دومش عبادت قلبی، سومش عبادت زبانی، چهارمش عبادت بدنی، پنجمش عبادت مالی، ششمش عبادت قانونی. این 6 قسم عبادت است. اینی 6 قسم عبادت را باید به مخلوق نه. آل رسول الله هم چی میگه؟ میگه الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ آل وقتی که دعا میکنی روی طرف قبله باشه خوب است یا روی طرف قبر مخلوق باشه؟ روی طرف قبله باشه. ما حتی وقتی که در زیارت قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتیم، به اساس محبتی که با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشتیم، به اساس محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم به زیارتش رفتیم و به اساس امر و اطاعت از امر رسول الله صلی الله علیه و سلم که گفته که الدعاء هو العباده، دعا عبادت است، خاص برای الله بکنیم. روی ما را طرف قبله کردیم، دعا کردیم، پشت ما طرف قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم شد. دعا کردیم که یا الله به اساس محبت پیغمبرت به قبرش آمدیم، به اساس اطاعت از پیغمبرت دعا که عبادت است این برای تو میکنیم. یا الله شفاعت پیغمبرت در روز قیامت نصیب ما بگردان و الله متعال نصیب کل ما و شما بگردان. بعضی کسا میگن
پشتتان طرف قبر پیغمبر دور دادین؟ آخه خود پیغمبر گفته دور بدی، به خاطر که خود پیغمبر بر ما گفت که الدعاء هو العباده. دعا چی است؟ و عبادت برای کی میشه؟ به الله میشه. و الله میگه قل اتعبدون من دون الله، آیا شما عبادت میکنین به غیر از الله؟ نظر به مخلوق میبرین، عبادت به غیر الله است. دست دعا به مخلوق بلند میکنین، عبادت به غیر الله است. پیش روی قبر نماز میخوانیم. من در هندوستان دیدم قبر دوسط است، از 4 طرف مردم این تو گرد دوسط قبر است، 4 طرف مردم همین جای نمازهای خود کلشان اما در طرف قبر انداختن نماز میخونن. اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفع. چرا؟ بر از او بیچاره ای آیت قرآن تشریح نشده که ای بر شما نفع و ضرر رسانده نمیتونه. اگه بر از اینا تشریح میشد ای آیت قرآن در سر قبر نوشته میشد که اتعبدون من دون الله ما لا یملک لكم ضرا ولا نفع. یک 4 تا مولوی صاحب اونجا استاد میشد و بر مردم میگفت که او مردم این نظرته، این سجدیته، این رکوعیته، این طوافته، این عبادتته، این دعایته، این دست دعا بلند کردنه بر از این مخلوق نکن. مخلوقی که ما لا یملک لكم نفعا ولا ضرا، کیا بر شما لا یملک لكم ضرا ولا نفعا، نه بر ضرر رسانده میتونه و نه نفع رسانده میتونه. والله هو السمیع العلیم. الله سمیع است، میشنوه. در خانه تام که دعا بکنی الله میشنوه. اگر در دلتان دعا بکنی در قلبتان الله میشنوه، سمیع هست. هیچ نیاز نداری که چیخ بزنی. یکی از صحابه چیخ زدن در دعا، بلند کردن صدق الله اکبر الله اکبر. رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که اربیوا علی انفسکم، سر نفسایتان رحم بکنن. چرا چیخ میزنین؟ الله سمیع و علیم است، میشنوه. سبحان الله سبحان الله سبحان الله بگو. ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها چی میگه؟ میگه من در اون کنج شیشته بودم، دیگ یا چیزی رو تیار میکردم و در اونجا رسول الله صلی الله علیه و آله در کنج دیگه خانه شیشته بود. یک خانم آمد کتش گپ میزد. میگه من گپ از این خانه را نشنیدم. ببینین ذات ذوالجلال و ذات سمیع علیمه. میگه من در کنج خانه شیشته بودم، صدای از این خانم نشنیدم که به پیغمبر چی گفت؟ الله متعال در عرش صدای این خانم شنید و گفت که قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما. این قدرت الله، این قدرت الله. گفت ما در داخل خانه نشنید، والله متعال از بالای عرش والله يسمع تحاوركما. الله گفتگوی شما را میشنوه. از این خاطر الله متعال چی میگه؟ والله هو السمیع العلیم. الله میشنوه و الله عالم است. اما شما گفته بودیم وقتی که یک صفت با صفت دیگر یک جای ذکر شده یک معنای دیگر هم میده. پس یک معنا را گفتیم که الله سمیع هست، میشنوه، و یک معنای دیگر را گفتیم که الله عالم است. و معنای سومیش که وقتی که سمیع و علیم با هم یک جای ذکر شد، یعنی اونمو خالقی که میشنوه، در اونمو لحظه‌ای که الله میشنوه به تمام حالات زندگی تو علم داره، با خبر است که تو چرا گریه میکنی، چرا اشکایت میریزه، چرا داد فریاد میکنی، چرا 12 بجه شب یا 2 بجه شب خیستی، از کی شکایت داری، در دلت درد از کی هست. یک کسی بوده دعا میکرد، بازی قسمی دعا میکرد، خب دعا میکرد، باز میکرد یا الله یا الله. پس خانم زینه گفتم این چی میکنه؟ باز دیگه من تجدید کرد که یک معنای خاص داره. یعنی وقتی صدای تو را الله میشنوه، با علم خود میشنوه که تمام حالات زندگی تو را با خبر است. و او ظالمی که سر تو ظلم میکنه، او هم الله عالم است به حالتش و او را به جزا نمیمانه، یا در دنیا یا در آخرت. خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های دامن قصاب را. و می قصاب که گوسفند میکشه، نه دامنکش لکه لکه است، کلگی میفهمه که امروز یک کاری کرده. پس انسان ظالم هم در روز قیامت با لباسهای خونالود قاتلا میبراین، جنایتکارا، ظالما، هر کدامش. متوجه هستین؟
آل رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما و شما یک توصیه میکنه، یک تابلیت اعتقادی برای ما و شما میده. امی تابلیت نگه بگیرین. این تابلیت چه وقت میده؟ در آخرین لحظات زندگی خود. دلسوز از برای امت خود. نشه که امت ما هم مثل یهود و نصارا منحرف شوند. برای امت خود درس میده. چی میگن؟ عن عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها، مادر ما و شما و مادر اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و مادر علی و مادر حسین و مادر فاطمه الزهرا و مادر عمر و مادر ابوبکر و مادر کل ما و شما به شهادت قرآن و ازواجه امهاتکم، مادر ما و شما. ام المؤمنین چی میگه؟ میگه عن النبی صلی الله علیه و سلم قال فی مرضه الذی مات فی، دو مرضی که دمو مرض باز رسول الله صلی الله علیه و وفات کرد. یک گپ بسیار قوی و طلایی نوشته گفت. چی گفت؟ لعن الله الیهود و النصارى، الله یهود و نصارا را لعنت کرد وقت از رحمت خود اینا را محروم ساخت. لعن چی است؟ علما میگن که اللعن الطرد من رحمت الله. لعن چی است؟ یک کسی را که الله از رحمت خود چی کنه؟ برانه. و بزرگترین رحمت الله چی است؟ جنت الله است. جنت الله مستحق جنت نیست. میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت لعن الله الیهود و النصارى، لعنت نمود الله یهود و نصارا را. چرا؟ یهود خود میگفتن ما پیروای موسی علیه السلام هستیم و نصارا میگفتن ما پیروای عیسی علیه السلام هستیم. الله چرا اینا رو لعنت کرد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم دلیل چه میگه؟ اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، قبرهای پیغمبرای خود سجدگاه جور کردن. ایوازی که سجده به الله بکنن آوردن در میابین مسجد خود قبر مانده و رویشان به طرف قبر چی میکردن؟ سجده میکردن. وقتی که این کار کردن به پیغمبرا، که محبت افراطی به پیغمبرا. الله باز میگه این پیغمبر هست، این اولیاء الله است، این دوست الله است. رسول الله صلی میگه این امی دوست الله، امی ولی الله که پیغمبر است، امیره که به قبرش سجده کردی لعنت خدا سرت نازل میشه. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجد. قالت ام المؤمنین میگه ولولا ذلك لابرزوا قبره، اگر این کار نمی بود، اگر این سخن پیغمبر نمی بود، صحابه قبر زیر بسیار لکس جور میکردن، سمت میکردن و بالایش میکردن و دیوالای لکس جور میکردن و در اونجا قالینا فرش میکردن و مهمانگاه میشد مردم. نه، این کار رو میکردن. قبر غیر انی اخشى ان یتخذ مسجدا، میگه ما میترسیم که این سجدگاه گرفته نشه و این چی نشه، باز این مردم در او سجده به الله نکنن، به عوض الله و این مخلوق نکنن. امام احمد ابن حنبل رضی الله تعالی عنه هم از رسول الله صلی الله علیه و روایت میکنه. چی میگه؟ میگه عن ابی هریره، ابی هریره رضی الله تعالی عنه میگه روایت کرده عن النبی صلی الله علیه و سلم، از رسول الله صلی الله علیه و سلم که چی میگه؟ دعا میکرد، میگه اللهم یا الله لا تجعل قبری وثنا، قبر مرا بت نسازی. میفهمید قبر چطور بت میشه؟ باز وقتی که هندوستان رفتم دیدیم که راستی همین قبرها اونجا چی شدن؟ بت وارد ساخته شد. اما کار را که بت پرست بشه بت میکنه، قبر پرست بشه قبر میکنه. و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت یا الله قبر مرا بت نگردانی. لعن الله قوما، الله لعنت کرده او قومی را که اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، که قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه ساختن، به او سجده میکنه. و شیخ ناصرالدین البانی میگه که در تلخیص احکام الجنائز میگه هذا حدیث صحیح، این حدیث صحیح است از رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس خلاصه درسی شد که نبیین، صدیقین، شهدا و صالحین
میمرن به اعتبار زندگی دنیایی ما و زنده هستن به اعتبار زندگی برزخی غیبی. یکی زندگی مشاهد است، مشاهده میشه، زندگی ما و شماست. یکی زندگی است که مشاهده نمیشه، مربوط غیب است. او زندگی چی است؟ عالم قبر هست. پس الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که قرآن درست بفهمیم و مطابق فهم درست قرآن عظیم شان عقیده درست داشته باشیم تا محبت حقیقی نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین حاصل ما شود و الله متعال ما و شما را هم در جمله اولیاء و دوستای خود بپذیره. السلام علیکم و رحمت الله.